یه خبر خوب اینه که تحصیلات هم تقریبا در زمینه بیوتی و هردرسینگ و باربرینگ داره تموم میشه. البته 1 سال دیگه دارم، ولی خب به هر حال تجربه خیلی خوبی بود که من توی زندگیم کسب کردم. یعنی هیچ وقت فکرشو نمی کردم که بخوام یه بیوتی تراپیست بشم، بخوام یه هردرسر بشم و یا یه باربر. و خدا رو شکر توی هر ستاش، هر چیزی که در واقع تا به امروز تحصیل کردم و مدارکی که گرفتم، حتی برای فیلر، بوتاکس، کمیکال، در واقع کمیکال پیل، میزوتراپی، PRP، همه اینایی که تلاش کردم براش و یاد گرفتمش، واقعا فکرشو نمی کردم قراره به اینجا برسم. اومدم اینو بهتون بگم. یه موقعی توی موقعیتی از زندگی قرار میگیرید که اصلا با هدفی که شما داشتید کاملا فرق میکنه. چیزی که من تجربهش کردم. خواستم بهتون بگم که از موقعیت‌های جدید نترسید و اصلا اون ترس میتونه خیلی طبیعی باشه. من هم تجربهش کردم، گفتم یعنی از پسش برمیام، یعنی میتونم. من اصلا به این قضیه فکر نمی‌کردم، اصلا به این مسیر فکر نمی‌کردم، ولی الان در واقع جزء کسایی هستم که علاقه خوب و خاصی در واقع به این صنعت زیبایی دارم و حتی هر دفعه و هر روز و هر بار که بهش فکر میکنم احساس میکنم که در واقع باید خودتو آپدیت کنی و خودتو آپدیت کنی و خودتو آپدیت کنی. اینجا چیزی نیست که تو فقط توی لول بتونی بمونی. به هر حال خواستم از چیزی که برام اتفاق افتاده بهتون بگم، از مسیری که طی شده بهتون بگم و میخوام بگم از مسیر جدید نترسید. اوکی، واردش میتونی بشی، بازم بدت بیاد، شاید قبلش هم بدت میمده. من خیلی راحت بهتون بگم قبلش میگفتم یعنی من میتونم به موی مردم دست بزنم، همین. یعنی شاید حتی یه همچین جبهه‌ای داشتم، ولی الان به راحتی هر چیزی که در این زمینه داره انجام میشه، رنگ کردن، مش کردن، کوتاه کردن، شینیون کردن، انجامش میدم. خواستم باهاتون در میون بذارم که مسیر جدید رو بچشید و ببینید که نیکوست. همیشه اون مسیرهای قبلی که آدم فکرشو میکنه بد نیستن، اما یه موقع‌های آدم در مسیر